بعد از اعلان عفو عموم در افغانستان 288 زندانی را از محبس پل چرخی در کابل آزاد کردند. این زندانیان به جنایت‌های گوناگون از جمله آشوب علیه حکومت گناهکار دانسته شدند. عفو عموم در افغانستان را رئیس جمهور حامد کرزی به مناسبت سرنگون کردن حکومت کمونیستی کشور از طرف مجاهدین در سال 1992 اعلان کرد. هرمن ون رومپوی رئیس شورای اروپا با هدف گفتگو با نیکولای تیموفتی رئیس جمهوری مولداوا وارد شهر کیشینیوف شد. با وجود احتمال عکس‌العمل منفی روسیه، مولداوا برای امضای عهدنامه همپیمانی با اتحادیه اروپا آماده می شود. هرمن ون رومپوی بعد از سفرش به اوکراین وارد کیشینیوف شد و از اینجا به گرجستان می رود. هدف سفر او گسترش همکاری های اتحادیه اروپا با این کشور هاست. در ارمنستان ماموران پلیس 6 نفر از فعالان را بازداشت کردند که در مراسم تغییر نام باغ مشتاس در یرون تظاهرات کردند. باغ مذکور را مقامات به نام میساک منوشیان ادیب ارمنی گذاشتند. به گفته تظاهرگران باغ مشتاس رمز اعتراض جامعه شهروندی است که محض با مخالفت آن در 2 سال گذشته حکومت از ویران کردن باغ دست کشید. تظاهرات مخالفان حین مراسم تغییر نام باغ صورت گرفت که در آن مراسم سرژ سرکسیان رئیس جمهور ارمنستان و همتای فرانسوی او فرانسوا هولند شرکت داشتند. در مسکو اعضای حزب مخالف یابلوکا به نشانه اعتراض از تغییر علاوه‌ها به قانون اساسی روسیه تظاهرات کردند. بر اساس این تغییرات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه میتواند 10% اعضای شورای فدراسیون پالاتای بالای پارلمان را خودش تعیین کند. گفته سرگئی میتروخین رئیس حزب یابلوکا، اصلاح قانون اساسی صلاحیت‌های ولادیمیر پوتین را باز هم بیشتر کرده و نفوذ شورای فدراسیون را که منطقه‌های روسیه را نمایندگی میکند کاهش می‌دهد. در ولایت وزیرستان شمالی یک منطقه قبایل نشین پاکستان روز ششم است که حرکت در راههای ماشینگرد را ممنوع کردند. مقامات محلی این محدودیت را بدیان عملی کردند که در یکی از شهرهای ولایت 9 مأمور امنیتی در عمل تروریستی کشته شدند. با گفته ساکنان وزیرستان شمالی، منع حرکت در راهها واردات مواد غذایی به ولایت را مشکل کرده است و ساکنان هم نمیتوانند سری وقت به جای کارشان برسند. در شهر بیشکک پایتخت قرقیزستان جشنواره 2 روزه موسیقی و رقص ازبکی شروع شد. برگزار کنندگان جشنواره بنیاد رازا اوتونبای و رئیس جمهوری پیشین کشور است. هدف از این چاره‌بینی حفظ فرهنگ و عنعنه‌های ازبک‌های قرقیزستان بود است که حالا 14% اهالی کشور را تشکیل می‌دهند. خاتمه اخباری آزادی.